ای فرزند آدم نیکی بکن زیرا آن کلید بهشت است و از گناه دوری جوی زیرا آن کلید جهنم است. ای فرزند آدم بدان که حیات دنیا مکانی استوار نیست، پس عمر تو در آن تکیهگاهی با اعتمادی ندارد. جسم تو از زمین است و آنچه تو جمع می‌آوری به وارثانت می‌رسد. لذت‌هایش به دیگری می‌گذرد ولی حسابش بر دوش توست و عذاب و پشیمانی هم به تو خواهد رسید. همسفران تو در قبر تنها اعمال تو خواهند بود. پس پیش از آن که حساب طلب کرده شود خود را حساب بکن. در اطاعت من مستحکم باش و از نافرمانی پرهیز کن. با آنچه به تو عطا کردم راضی باش و همیشه شکرگزار من باش. ای فرزند آدم هر کی گناه کند و بخندد به جهنم می‌دراید و آنجا می‌گرید. ای فرزند آدم اگر تو می‌دانستی که چقدر ثروتمندان با دیدن جهنم آرزوی فقر می‌کردند و می‌گریستند و آن کسی که از جهنم اندیشه کرده از ترس من اشک ریزد او به بهشت می‌دراید و خوشنود خواهد بود. ای فرزند آدم اگر تو می‌دانستی که در روز حساب چقدر ثروتمندان آرزوی فقر خواهند کرد، چقدر ظالمان سرکشی پلید را مرگ خوار کرده است، چقدر لذت ها را تلخ گردانیده است، چقدر کسان را که در نعمت ها خوشحال بودند غمگین گردانیده است و چقدر لذت ها پس سر تنها غم به انتها گذاشتند.